الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. درس امروز ما شما درس دوم از سلسله درس های آموزش نظام سیاسی اسلام است. در درس گذشته دوستایی که تشریف داشتن ما تعریف نظام سیاسی اسلام خواندیم، تعریف نظام و تعریف سیاست و تعریف اسلام و بعد تعریف هر سه از این کلمه در کنار هم دیگه. امروز دلایل از وجود نظام سیاسی در اسلام رو میگیم. گرچه این گپ در گذشته 13-14 قرن امت به حد مسئله بدیهی و ثابت بوده که نیازی اصلا مطرح نمیشد که ما بهم بگیم در اسلام نظام سیاسی است و بهم در از دلایل گپ. اصلا این چیز وجود نداشته. این ضرورت است که فعلا وضعیت انحطاط آمیز امت تقاضای ایره میکنه، خصوصا بعد از اینکه دیدگاه سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست در جهان شایع شد و متاسفانه در سرزمین های اسلامی هم آمد. یک عنوان بازم است که سکولاریسم چطور پیدا شد و چگونه به سرزمین های اسلامی آمد، یک عنوانی سر از این بحث میکنیم. خب ما در حالت قرار داریم که آل امی وضعیت ناگوار در جامعه ما حاکم شده و کسانی به صراحت تام میآیند میگن که در اسلام نظام سیاسی نیست و دولت اسلامی وجود نداره. اون چی که در گذشته ها بوده میگه یک ضرورت تاریخی خاصی بوده. حال دیگه عصر مدرنیته دیگه نیاز نیست که دین حاکمیت کنه و اینمی گپ در دنیا در تقابل با اسلام است به نسبت سایر ادیان. این معضله در هندوستان، امی گپ سکولاریسم در هندوستان معضله ایجاد نکرده. چرا؟ چون هندویزم نظام نداره که بیاید بر دفاع از خود در مقابل سکولاریسم استاد شود. در ژاپن هم اینمی ادعا و دعوت سکولاریسم مشکل ایجاد نکرده، چون کنفوسیوس که در ژاپن دین رسمی و دین اکثریت مردم است نداره نظام سیاسی که آمده باشه بود در تقابل واقع شود. دقت کردین؟ و در جهان مسیحیت هم همونطور. گرچه در جهان مسیحیت عملا مسیحیت حاکمیت کرده، اما در منابعشان به عنوان یک اصل بسیار مهم مثل که در اسلام هست وجود نداشته و به خاطر این تقابل در اونجا ایجاد نشده. حالا شما ببینید ژاپن که غرب در مسئله سکولاریسم تقابل چیزه، این تقابل در جهان اسلام است. دقت کردیم مثل که در درس قبلی اشاره کرده بودیم که یعنی یکی از اساسی ترین نقاط تقابل میان اسلام و غرب در همین نکته است که غرب به عنوان داعیه‌دار نظام سکولاریسم و به عنوان قدرت برتر نظامی و سیاسی در دنیا این مفکوره را میخواهد در دنیا حاکم بگردانه و چون در تقابل با اندیشه اسلامی با مسلمان ها در جنجال واقع شده. دقت کردین؟ به این خاطر که مسلمان ها متاسفانه حاکمیت سرزمین های اسلامی به دست مسلمان هایی که باورمند اصیل به اندیشه اسلامی باشن نیست و امور رقم رسانه هایی که در جهان اسلام تبلیغات میکنن اونا هم به دست مسلمان هایی که از باورمندان اندیشه اصیل اسلامی باشن نیستن. این باور زود و زیاد شایع شد. دقت کردین؟ هم زود و هم زیاد شایع شد در جهان اسلام که گویا اسلام نظام سیاسی نداره و فلان بهمدان. غالبا کسانی که مخالفت با نظام سیاسی را میکنن از چند زاویه هست. زاویه اولش از لحاظ فکری است. یک عده کسانی میان از لحاظ فکری و ریشه‌ای یعنی عقیدتاً را انکار میکنن. یک عده کسانی اگر این جرأتشان تا او حد نیست که بیان عقیدتاً را انکار بکنن، از لحاظ عملی میاین به اصطلاح چی میکنن؟ مخالفت میکنن و دلایل برای مخالفتشان، یکی از بارزترین دلایل برای مخالفتشان است که استناد میکنن به عملکردهای غلطی که مسلمان ها به عنوان حاکمیت اسلامی در تاریخ خود تجربه کردن. دقت کردید؟ مثلا وقتی برش بگی نظام اسلامی اتوماتیک میگه خب نظام اسلامی مثل نظام فلانی آوری بود که اتو کردن. دقت کردید؟ یعنی نمونه های چی را ذکر میکنه؟ نمونه های خطای را ذکر میکنه
تا ای که مسلمان ها را چی کنه؟ خاموش بکنه. چون غالبا ما گاهی وقتا خطاهای ما به حدی زیاد بوده که توان دفاع از اون خطاها را نداریم، میایم خاموش میمونیم. اما یک نکته را در اول خوب است دوستان دقیق بفهمن، او است که ما وقتی از نظام اسلامی گپ میزنیم منظور ما کدام نظام است. میفهمین؟ که به خاطری که از این گپ از ابتدا به اصطلاح موضوع به ما حل باشه. نمونه حقیقی و عینی از نظام واقعی اسلامی که مورد تایید منابع معتبر شرعی است دوران رسول الله صلی الله علیه و سلم و دوران خلفای راشدین است. بس دقت کردین؟ نمونه حقیقیش دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم و دوران خلفای راشدین. معنای گپ من این نیست که بعد از اون دیگه کل از خلافت ها غیر اسلامی است. نه، خلافت هایی که بعد از دوران خلفای راشدین آمده هم کلیتشان بله اسلامی بوده، اما خطاها و اشتباهات دونها بوده که نمیتونه الگو باشن. فرق از بین این دو گپ خب، یکی نظام حقیقی اسلامی است، یکی نظام اسلامی است که خطاهای داره. وقتی ما از نظام اسلامی گپ میزنیم از نظام اسلامی الگو گپ میزنیم، نه از نظام اسلامی که خطاها و اشتباهات داره. دقت کردین گپ مرا؟ پس این گپ خوب در ذهنتان بگیرین و هر وقتی که از نظام اسلامی گپ زدین و کسی آمد گفت که نظام اسلامی یعنی فلانی بگو، ما غرض نیست از فلانی، ما از فلانی دفاع نمیکنیم. ما از حقیقت نظام اسلامی و از نظام حقیقی اسلامی دفاع میکنیم که ممثل از دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین بوده. و بعد از او کسایی که آمدن کارهای خوبی که کردن خیر ببینن، کارهای خطایی کردن ما مکلف و تبرئه از اونها نیستیم، براشون دعا میکنیم الله خطاهایشون رو ببخشه. هر کس که بوده. دقت کردین؟ این یک ترفند بسیار زیرکانه است که گاه وقتا سکولارها میان از این زاویه مسلمان ها را ما کم میگیرن. دقت کردین که وقتی برای نظام اسلامی میگی اتومات یک نمونه غلط ارائه میکنه بر تو که تو نتونی از اون دفاع بکنی و از این دایه‌ات پایین بیایی. نه، ما از دایه خود پایین نمیاییم. خدایه ما بر اساس الگوهایی است که خود اسلام به ما معرفی کرده. دوران پیامبر صلی الله علیه و دوران پیامبر است و دوران خلفای راشدین هم بر اساس حدیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم الگو هست که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید و علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی عضوا علیها بالنواجذ. و دوران خلفای راشدین مثل که در حدیث دیگه هم 30 سال دوام میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از سال اول هجری تا سال 11 هجری خلافت اسلامی را و حکومت اسلامی را و نظام اسلامی را خودش اداره کرد. بعد از ابوبکر رضی الله عنه 2 سال، بعد از عمر رضی الله عنه 10 سال، بعد از عثمان رضی الله عنه 12 سال و بعد از او هم 5 سال دوران خلافت علی رضی الله عنه. یعنی از سال 11 تا 13 ابوبکر رضی الله عنه بود، از 13 تا 23 عمر رضی الله عنه بود و از 23 تا 35 خلافت عثمان رضی الله عنه و از 25 تا از 35 تا 40 خلافت علی رضی الله عنه. دقت کردین؟ یعنی اینا الگوهای اصلی هستند، ممثل اصلی. و هر نظام که میخواید داعیه پسوند اسلامی و پیشوند اسلامی را بر خود بگیره با همین معیار سنجیده میشه. هر قدر به همین معیار نزدیکتر بود به همون اندازه اسلامی است و هر قدر از این معیار کمتر بود به همون اندازه از اسلام چیز کم داره. دقت کردین؟ و این ذهنیت که در یک چیز یا اسلام کامل است یا هیچ نیست غلط است. دقت کردین؟ به همین خاطر اهل سنت عقیده دارن که مسلمان ایمانش کم زیاد هم میشه. این تنها در بعد فردی نیست، در بعد اجتماعی هم هست، در بعد نظام هم هست. دقت کردین؟ یا پابندی یک مسلمان به اسلام. مثلا همین ما شما چند نفر در همینجا هستیم، خب همگی اسلام ما یک اندازه میتونه بوده باشه، خیلی شاید از ما از پایین ترین درجاتی از اسلام ایمان داشته باشیم. دقت کردین به نسبت دیگران. پس اینمی گپ که بعضی ها تصور میکنن نی در مورد افراد تنها میتونه بوده باشه، تو نیستن، در مورد نظام هم هست. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا وقتی در باب نظام گپ میزنه در اموری که پایینتر به تعبیر خود پیامبر پایینتر از حد کفر بوا باشه اجازه مخالفت با نظام نمیده. دقت کردین؟ البته احادیثی که در این باب آمده زیاد قابل مناقشه هست و مناقشه و ارزیابی او احادیث در گنجایش درس محدودی که ما شما داریم نیست، اما انشاءالله در بیرون از این محدوده اگر باز فرصت شد بحث درش خواهد کردیم. دقت کردین که رسول الله صلی الله علیه و آله مثلا میگه که شما در مورد نظام دارا چی نکنین الا ان ترى کفرا بواحا عندنا من الله فيه بران، تا که از زمام دارا کفر بواه نبینین تا که در مقابل الله متعال
یک دلیل داشته باشین. معنای گپش چیست؟ معنای گپش چیست که پیامبر صلی الله علیه و آله قائل میشه به این که نظام‌های هستن که چی از لحاظ اسلامی پابندیشون به اسلام موارد کم و زیاد میشه و ضعیف و قوی میشه و موارد از این قبیل. به هر ترتیب این نوع مقدماتی است که در این باب دوستا باید بفهمن که البته یک نکته دیگه هم هست، او است که گاه وقتا یک ایده در باب اصطلاحات مخالفت میکنن. دقت کنید، مثلا یک نفر من میگه که نظام اسلامی فقط خلافت اسلامی است، یک نفر دیگه من میگه که نه فقط امارت اسلامی است، یک نفر دیگه مثلا من میگه که آل جمهوریت اسلامی است. چیزای زیاد است. گرچه اگر ما خواسته باشیم اصطلاحات اصیل اسلامی را حفظ بکنیم، طبعا اصطلاح معمول و مشهور در تاریخ اصطلاح خلافت اسلامی بوده، اما اصل این اصطلاحات نیست. بیخی ما یک اصطلاح بیخی نو دیگه جور کنیم. مهم چیز ساختار نظام است که اون نظام مرجعیت نظام اسلامی چیست؟ مرجعیت شریعت اسلامی باشه و عمل کردش مطابق اسلام باشه، ولو پسوند اسلامی نداشته باشه که خود اسلامی است. دقت کردیم؟ یک نظام مرجعیتش کجاست؟ مرجعیت قانونی شریعت اسلامی است و عمل کردش هم مطابق به چی پیش میره؟ شریعت اسلامی پیش میره، ولو نه در اولش اسلام اضافه شده باشه نه در اخیرش، بازم نظام اسلامی است. و یک نظامی که هم در اولش پیشوند اسلامی داشته باشه هم در اخیرش پسوند اسلامی داشته باشه، خب مرجع شریعت اسلامی نباشه و عمل کردش با اسلام برابر نباشه، اسلامی نیست. پس اصطلاحات مهم نیست، بلکه حقیقت یک موضوع مهم است. می خاطر علما یک اصطلاح در نگلا مشاهده فی الاصطلاح، در اصطلاح مناقشه نیست. دقت کنید که یک نفر بگه که مثلا خصوصا که این اصطلاحات منسوسی غیر قابل تعدیل نیست. ما در تاریخ اسلام اصطلاحات زیاد به عین مفهوم کلمات مختلفه به کار برده شده، نه؟ به عین مفهوم چی شده؟ کلمات مختلفه به کار. مثلا مرز امامدار مسلمان هم خلیفه گفته شده، هم امیر گفته شده، هم امام گفته شده، هم یک چیز دیگه گفته شده، فرق نمیکنه. دقت کردین؟ پس مهم مفهوم است نه کلمات و اصطلاحات. مثل که ما فعلا در شرایط موجود در جنگ اصطلاحات قرار داریم. نه امروزا که سر صدا اصلا هستیم یک میگه ما جمهوریت اسلامی داریم، ما امارت و گدایی زیاد است، بیخی یک کلمه نو بگن. خب مهم چیست؟ مهم است نظامی که ایجاد میشه مرجعیت تشریعیش که گپ اول است که به تعبیر برادر تسلیم بودن به حاکمیت الله تمثیل میشه، شریعت الله متعال باشه و از لحاظ رفتار و عمل کرده مطابق آنچه الله متعال گفته، آنچه پیامبرش گفته عمل بکنه، اسلامی است. دقت کردیم؟ ولو نامش رو بخی یک چیز دیگه بکنیم. به هر ترتیب قاعدتا ما وقتی یک اصطلاح را به اسلام پیوند میتیم، بر بودن و نبودن و اصول اول به مرجع اولی شریعت مراجعه میکنیم که چی هست؟ کتاب الله متعال و دوم هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوم هم اجماع و بعد از آن قیاس و چیزهای دیگه از این قبیل. خب اول آیا در قرآن کریم ما دلایل برای وجود آنچه ما از او امروز به نظام سیاسی اسلام تعبیر میکنیم در وجود داره یا نه؟ دقت کنید، ما دوباره تکرار میکنم که بازی کلمات چی نیست، چون یک ترفند جریان به نام نوندیشای دینی همیست که تو وقتی نظام اسلامی بگه محاکم نگر اعلی میگی تعریف بر از پیامبر که گفته باشه نظام سیاسی اسلامی، این ترفند بسیار طفلانه هست. دقت کنین این تعبیر امروزی است که ما از این مفهوم داریم. اگر کسی یک مفهوم دیگه هم بگه مشکلی نداره. خب دلیل اولی که در قرآن کریم در این باب وارد است و من فکر میکنم یک موضوع اساسی است و محوری است که ده‌ها آیت قرآن کریم و حتی مبالغه نیست اگر بگیم صدها آیت قرآن کریم الله تبارک و تعالی در اونا دستور میده و امر میکنه بر ازی که حاکمیت تشریعی در اسلام در جامعه اسلامی از آن الله باید باشه. یک. دوم، حکم در جامعه اسلامی از آن الله هست. حکم به معنای وضع قانون، تشریع. دقت کردیم؟ و الله متعال در ده‌ها آیت هم بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم بر امت اسلامی امر میکنه که احکامی را که الله نازل کرده در جامعه باید چی بکنین؟ تطبیق بکنین. پس ما در باب مکلفیت در مقابل دین الله متعال دو نوع مکلفیت داریم. یک، مکلفیت تشریعی یا اعتقادی که باورمند به حاکمیت الله باشه. باورمند به چی باشیم؟
به حاکمیت الله باشیم که هیچ کسی به غیر از الله صلاحیت تشریع و قانونگذاری نداره. دوم، تشریعی را که الله متعال توسط پیامبران الهی برای بشریت آورده در زندگی عملی خود چی بکنیم؟ تطبیق و عملی بکنیم. امی ترفندی را که سکولارا با بازی میکنن وقتی برش میگه حاکمیت الهی و میگه اصطلاحی است که نو مودودی جور کرده با سید قطب از او تقلید کرده، امی اصطلاح را به کار بدال شما آمده میگه باره میگن. دکتر قرضاوی در کتاب فقه سیاسی خوب گپ میگه این یک گپ بسیار طفلانه است که سکولارهای امروزی میگن. وقتی مثلا میام مودودی اصطلاحات چارگانه در قرآن نوشته میکنه و یکی اله را میاد توضیح میده بود سیاسی میگه این ابتکار مودودی نیست دیگه. ان الحکم الا لله گپ مودودی نیست. دقت کردین؟ و میخاطر رو یک مثال بسیار خیلی خوب میگه کسانی که مفاهیم اسلامی را خوب دقیق نمیفهمن یک بار به کتاب اصول فقه مراجعه بکنن که مرجع اول بر حکم چیست. در نزد همه امت یک امر کاملا اتفاقی بوده. این ابتکار مودودی و سید قطب احمد محمود نیست. درست است اینا به تعبیرات امروزی آمدن ای که اصطلاحات به کار بردن. دقت کردین؟ مثلا توحید حاکمیت یا توحید در تشریع. توحید در تشریع درست است اگر این اصطلاح به این لفظ معمول نبوده، اما مفاهیمی که در قرآن کریم به این دلالت داره در قرآن نو جور شده. بسیار گپ طفلانی است که یک نفر بیاد به اصطلاح جدال کلمات برا بندازه. خب آیات در این باب بسیار زیاد است. من چند آیات قرآن کریم را در اینجا بر شما ذکر میکنم که الله تبارک و تعالی اول میفرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما نازل کردیم بر تو ای پیامبر کتاب را به حق. این محتوای چیزی است که برای پیامبر نازل شده حق است. چرا؟ الحق من ربک، حق و نموس که از جانب الله متعال می. خب چی میکنه؟ مصدق لما بین یدیه، تصدیق میکنه آنچه که پیش از شما بوده. من الکتابی از کتابهای قبلی که تورات و انجیل و زبور و دیگرها باشه. خب و مهیمنا علیه، آنچه که قرآن نازل کرده، آنچه که الله به پیامبر نازل کرده، این کتابی است به حق. یک صفت. دومش تصدیق کننده کتاب‌های قبلی. سومش مهیمنا علیه، مسلط به اونها است. مفهومش چیست؟ مفهومش است که چون کتاب‌های قبل از قرآن تحریف شدن، درست و نادرست بودن مفاهیمش امروز قرآن حکم میکنه. دقت کردین؟ به همین خاطر هر آنچه از کتاب‌های قبلی به ما آورده شود که در تقابل با قرآن بود، او وحی الهی نیست. و هر آنچه که از کتاب‌های گذشته امروز آورده شود که موافق با قرآن بود، بله وحی از جانب الله متعال. و آنچه که از کتاب‌های قبلی آورده شود که در قرآن و سنت در موردش نه انکار شده نه هم تایید شده، ما در این مورد چی موقف داشته باشیم؟ نه رد میکنیم نه انکار تایید. چرا نه رد میکنیم نه هم تایید؟ به دلیل از این که میشه ما او را رد بکنیم و او از وحی نازل شده از جانب الله متعال باشه، و ما اگه تاییدش بکنیم باز میشه که او چی بوده باشه؟ وحی نازل شده از جانب الله نباشه. و می خاطر یک قاعده هست. خب در باب اهل کتاب، از اهل کتاب آنچه که میاره ما چی موقف داشته باشیم؟ دقت کردیم؟ در آنچه که موافق قرآن و سنت است تاییدش میکنیم، آنچه که مخالف با قرآن و سنت است ردش میکنیم. دقت کردین؟ و آنچه که در قرآن و سنت در مورد تایید و ردش چیز نیامده چی میکنیم؟ سکوت میکنیم. مثلا آنچه که موافق قرآن و سنت است رسالت انبیا علیهم السلام. دقت کردین؟ مثلا در انجیل هم از رسالت موسی و پیامبران قبل از او صحبت میشه، از رسالت عیسی صحبت میشه. اینو ما تایید میکنیم. اما آنچه در انجیل میآید از الوهیت عیسی گفته میشه ما اینو رد میکنیم، چون قرآن رو صراحتا رد کرده. و آنچه که اگر نه تاییدش داریم نه رد، ما در موردش سکوت میکنیم. دقت کردین؟ و این موقف خب دیگه حال تو چی بکو؟ وظیفه تو به عنوان مسلمان و وظیفه کسی که بر اول برش وحی نازل میشه پیامبر و به تبع پیامبر پیروان تو چی باید بکنن؟ فحکم بینهم بما انزل الله، پس حکم بکو در میان مردم مطابق آن چی حکم کرده؟ بما انزل الله. حاکمیت شریعت یعنی امی. دقت کردین؟ مکلفیت مسلمان چیست؟ حکم کردن در میان مردم مطابق آنچه الله حکم کرده. فحکم بینهم بما انزل الله. خب روش قرآنی است وقتی یک گپ میگه بلافاصله آنچه که در تقابل از او قرار میگیره او را رد میکنه. این روش قرآن در تعامل با مفاهیم است. ولا تتبع اهواءهم، از خواسته های نفسانی دیگرها پیروی نکنین. چرا اینو گفته؟ چون یکی از بارزترین موانع اتباع ما انزل الله چیست؟ اتباع هوا است. یکی از بارزترین موانع که در مقابل چی قرار میگیره؟ اتباع ما انزل الله قرار میگیره، اتباع هوا هست.
و همه آنچه که ما شما امروز به عنوان نظام‌های فلسفی میشناسیمشان که با شاخه‌های سیاسی و نظام اقتصادی و اجتماعی و فلان فلان داره، همه اتباع هوا است. بس از چی گپ میگم؟ گپ فهمیدین چی میگم؟ خوب دقت کنید. همه آنچه که نظام‌های فلسفی بشر ساخته، همه کل نظام‌های فلسفی بشر که نظام‌های فلسفی ان، بعد ابعاد سیاسی هم دارن، ابعاد اقتصادی هم دارن، ابعاد اجتماعی هم دارن. همه اتباع هواست. این حکم کمی کلان گپ نیست، اما طور است. به دلیل چی؟ به دلیل ای که شما هیچ نظام ساخته شده بشر را پیدا نمیکنین که در او حداقل مفاهیم عقلانی کامل در او وجود داشته باشه. دقت کنین، یک گپ دیگهش، همه اینها ساخته های بشرن و بشر خصوصا زمانی که مقید به یک دین نبوده باشه هیچ راه نداره مگر که در مسیر آنچه که خودش میخواه میره. اتباع هوا همیست نه؟ چرا مثلا نظام سکولاریسم در تقابل با نظام مثلا دیکتاتوری است، در حالی که در نظام های فلسفی ما طرفداران زیادی از فلاسفه داریم که طرفدار نظام های دیکتاتوری هستند. چرا این رقماً؟ اونا مطابق خواهش خود یک نظام خوش میکنن، اینا مطابق خواهش خود در یک نظام مخالفت میکنن. دقت کردین؟ انسان راه نداره برآمدن از اتباع هوای خودش. دقت کردین؟ به همین خاطر در یک آیت از آیات قرآن کریم الله متعال میگه که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که از تو پیروی نمیکنه، لفظش یادم رفته، قاری صاحب کمک میکنه، میگه اونا پیروان هوای نفس خود هستن. هر کسی با تو مخالفت میکنن، برای پیامبر صلی الله میگه اینا به خاطر چی میگه؟ به خاطر پیروی از هوای نفس است. او آیات یادم نمونه، آیات محمد براتون میگم. خب ولا تتبع اهواهم، شما اتباع هوای اونها رو نکنید، اما جاءک من الحق، در صورتی که این اتباع هوای از اونها شما را از حق چی میکنه؟ دور میکنه. پس فحکم بینهم بما انزل الله، اگر ما در جامعه نظام نداشته باشیم این کی عملی کنه؟ فحکم بینهم بما انزل الله رو کی عملی کنه؟ افراد به صورت فردی ممکن است؟ امکان تطبیقی از این وجود نداره. یک دوم این فریضه هست، امور استحبابی نیست و از مهمترین فرایض و از هر فریضه دیگه که مهمتر است، چون این اصل حاکمیت تشریعی الله رو نشان میده. دقت کنین، و کسی که به اصل حاکمیت تشریعی الله قائل نبود، خب به امور فرعی از او دیگه طبعا تسلیم نمیشه. ما شما چرا نماز میخوانیم؟ به خاطر که تشریع از جانب الله. چرا روزه میگیریم؟ به خاطر که اگر یک کسی اصل حاکمیت تشریعی الله را قبول نداشته باشه، باز نماز خواندن از به معنا نیست. به معناست دیگه. تو اصل گپ قبول نداری، باز میداری اگه امر فرعی چی میکنی؟ اتباع از او میکنی. پس ما به الله متعال ای که هر حکم از احکام الله را قبول داریم و عملی میکنیم، این یک دلیل بر تسلیمی ما برای حاکمیت تشریعی الله متعال. دقت کردین؟ این دلیل بر چیست؟ بر تسلیمی ما برای حاکمیت تشریعی الله متعال هست. و مفهوم این الحکم یعنی نیست حکم کردن، حکم به معنای تشریع، مگر از آن کی؟ مگر از آن الله. یکی حاکمیت تشریعی است، یکی حاکمیت به تعبیر امروزی سیاسی. حاکمیت سیاسی یعنی یک نفر را میریم به عنوان زمامدار تعیین میکنیم. این در اسلام هست که مردم میتونن کسی را به عنوان زمامدار خود تعیین بکنن. دقت کردین؟ اما حاکمیت تشریعی را کس نقض کرده نمیتونن. خیلی ها همین مفهوم دقیق نگرفتن. دقت کنید وقتی مثلا برای میگه که مسلمان ها حق دارن برای زمامدار تعیین میکنن، او میگن نه ان الحکم الا الله، یعنی تصور میکنن تعیین زمامدار در تقابل با چیست؟ با آیات، در حالی که رقم نیست. ان الحکم الا الله زمامداری تشریعی را میگه، اما چی کسی این تشریع تطبیق بکنه؟ زمامداری که از جانب خود مسلمان ها تعیین شود. دقت کنید، یا به تعبیر دیگه ما وقتی میگیم فلانی حاکم است، این حاکم دو مفهوم داره، یکی حاکمیت تشریعی، یکی حاکم سیاسی. حاکمیت تشریعی در اسلام از آن کیست؟ از آن الله. هم حاکمیت سیاسی به دست خود مسلمان هاست، نه؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از خود شما. دقت کنید مسلمان ها میتونن این کارو بکنن. خب دیگه و ان احکم بینهم بما انزل الله، و باید حکم بکنه، و ان احکم با صیغه های تاکید میآید و باید و قطعا باید حکم بکنه بینهم در میان مردم بما انزل الله، مطابق آنچه الله حکم کرده. ولا تتبع اهواهم، ببینید همیشه روش قرآنی است. ولا تتبع اهواهم، اتباع هواهایشون نکنید. خب یک نفر بگه خیر ده یگان چیز کا باز خیر دیگه در کل گپا اگه نگه یگان چیز کا کما که اگه جرأت کنیم که سکولارا یا که دموکراسی خیلا خیره. قرآن میگه نه وحذرهم
و خوب متوجه باشیم. ایفتنوک عن بعد ما انزل الله الیک. خوب متوجه باشین که حاکمیت تشریعی الله تجزیه پذیر نیست که در یگان چیز زکات چی کنین؟ به کس دیگه اجازه بدین. نه، گپ، سخن، موقف، شعاری از هر چیزی که در تقابل به ما انزل الله بود باطل است. در یک مورد هم قابل تنازل نیست. حاکمیت تشریعی الله در یک مورد قابل تنازل نیست. تنازل یک مورد تنازل از کل اسلام است. مثل که ما شما در درس قبلی تعریف اسلام خواندیم، فهمیدین؟ آنچه که به صورت قطعی، حکمی که به صورت قطعی از جانب الله ثابت بود، او قابل معامله نیست، قابل مجامله بازی نیست، قابل کوتاهی کردن نیست. و همین خاطر پیامبر صلی الله علیه این خطاب پیامبر است، در حالی که صدور این عمل از پیامبر بعید است و بسیار هم بعید است. و همین خاطر علما میگن هرگاه در قرآن کریم یک گپ از پیامبر من میشه در حالی که صدور او عمل از پیامبر محال است، مرادش چیست؟ مرادش امت پیامبر صلی الله علیه و سلم. مثل که الله تعالی بر پیامبر میگه که لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو شرک بورزی کل اعمالت باطل میکنیم. پیامبر شرک نمیورزه، قطعا پیامبر از همه چیز در رأس از کفر و شرک مبراه است. مرادش چیست؟ امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجا هم الله متعال بر پیامبر میگه و حذرهم، به خوب متوجه باش، به خوب دقت داشته باش. ایفتنو که ای که تو را در فتنه بندازن. فتنه چی را میگن؟ میفهمین؟ فتنه او را میگه که ظاهرش خوب است اما در باطن از او چیست؟ یک خرابی وجود داره. دقت کردین؟ ایفتنو که عن بعد ما انزل الله الیک. خوب دقت کنین، بعد ما انزل الله را دقت بکنین. در آیات بعدی حکم این گپ میگه اگر کسی عن بعد ما انزل الله الیک اگر عدول بکنه چی میشه. تا اینجا میگه نکنین، اگر کد چی در آیات بعدی باز حکم بشه میگه. خوب دقت کنین، این اصطلاح چی را؟ بعد ما انزل الله الیک. بعد یعنی بعضی ها، مثلا اینکه شما میگید مثلا بین 100 دو دانش استثناء بکنی میشه چی؟ بعدش. و حذرهم یفتنوک عن بعد ما انزل الله الیک. خب فان تولوا، اگر تو از این گپ روی گرداشتی یا اگر دیگرها از قبول حکم روی گرداشتن، فعلا خوب بدانین انما یرید الله و یصیبهم ببعض ذنوبهم. این خوب بدانین که الله متعال میخواد که پر از اونها برسانه یک مصیبتی را، یک عذابی را به خاطر بعضی گناهانی که مرتکب شدن. و ان کثیر من الناس لفاسقون، و اکثریت مردم از حکم الله متعال چی میکنن؟ مبرن. فسق در نه، امی که میگه فاسقا کافرن. میگه الفاسقون هم الظالمون هم الکافرون، نمیترس نه؟ این شما حافظ نداریم در بین میخواد حافظ ها اونجا تیر خدا بدن اجمال چی شده؟ کمک کنین اونها. خب اصطلاح قرآنی که در قرآن غالبا فسق به مفهوم چی میگه؟ کفر، مگر اینکه یک قرینه وجود داشته باشه که از مفهوم کفر بکشه. مثل چی واری؟ مثل او آیات واری که میگه اگر کسی پیش شما آمدن از شما را چیز خبر دادن، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اینجا دیگه فسق به معنای کفر نیامده. دقت کردین ان شاء الله. خب در آیات دیگه الله متعال بر پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میده، امر میکنه فلذلک فدعوا. به خاطر میگه یعنی قبلا حکم دیگه است، میگه به خاطر مردم دعوت بکو با آنچه که تو را به او امر کردیم، چون وظیفه پیامبر چیست؟ ابلاغ حکمی است که از جانب الله. واستقم کما امرت، و خوب استقامت بکن اون رقمی که مأمور شدی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مرا سوره هود و سوره شورا و اخوات از یک اصطلاح نبوی، سوره هایی که از لحاظ مفهومی یک مفهوم به همدیگر داشته باشن، میگه مرا ریش سفید گشتان. بعد مشخصا به همین قسمت آیت اشاره میکنه فاستقم کما امرت. اینجا واستقم دیگه جای فاستقم هم اصلا نه، در قرآن کریم فاستقم هم است. فاستقم کما امرت میگه واستقم کما امرت، استقامت بکن بر رقمی که مأمور شدی. خیلی سخت است. این پیامبر را چی کرده؟ ریش سفید ساخته ما را. خوب و می خاطر از سخت ترین کارها در امور دین استقامت است. استقامت در امور دین بسیار کار سخت است و اسباب مختلف داره و عوامل مختلف داره. یک دو سه خطبه در این باب داریم، اگر دوستا باز میخواستن میشه بوده بشنن. ولا تتبع اهواهم. باز قرآن کریم منهجش چیست؟ چیزی را که بیان میکنه، آنچه را که او را نقض میکنه را انسان از او بیم میته. ولا تتبع اهواهم. و قل، و بگو آمنت بما انزل الله، من ایمان آوردم با آنچه که الله نازل کرده. این یک امر عملی محض نیست، یک امر چیست؟
یک امر اعتقادی بسیار مهم. و قل بگو و مردم بگو، اعلان کو و ابلاغ کو، آمنت بما انزل الله، آمنت بما انزل الله، من ایمان دارم آنچه الله نازل کرده، من کتاب، از کتاب و احکامی که مشتمل به موسی. و دیگه چیز مکلفیت ما همینجا خلاص میشه نه. و امرت لاعدل بینکم، و من مأمور هستم در میانتان عدالت کنم. اینجا یک قاعده دیگر را براتون میگم، هر نظام به غیر نظام الهی نظام ظالمانه است. هر نظام به غیر نظام الهی نظام ظالمانه است، ولو داد از عدالت بزنه. چرا؟ چون اسباب ساختن نظام عادلانه در قدرت بشر نیست. فهمیدین؟ اینا گپای قواعد کلی است. اینا اگه آدم اینا رو دقیق بفهمه خیلی از مفاهیم براش حل میشه. هر نظام به غیر نظام الهی نظام ظالمانه است. خب شاید نفر بگه این بسیار حکم کلی بسیار خطای میتین. نه خیر، این دقیق است. چرا؟ به خاطری که هر نظامی را که الله نداده بشر ساخته و کل توانایی یک بشر را نه که کل بشر را اگر جمع بکنیم در ساختن نظام عادلانه بر زندگی بشر ناتوان است. فهمیدین؟ پس هر نظام به غیر نظام الهی نظام عادلانه نیست و نظام ظالمانه است. این باور و اندیشه ماست. اگر انسان ها توانایی ساختن نظام عادلانه الهی را بر بشر می داشتن، الله با او را نازل نمیکرد دیگه. میمون بر خود انسان ها، چون الله متعال حکیم است و حکیم او ذات را میگن که بی موجب کار نمیکنه. یعنی کار را که خود نفر بتونه دیگه الله نیاز نیست کار بکنه. خیر از مسائل است الله متعال بر ما شما حکمش نازل نکرده. چرا؟ او رو به زمانه خود ما توان اجرای از او داریم. دقت کردین؟ اگر ما میتونستیم، ما انسانیت، ما بشریت، ما انسان ها اگر میتونستیم نظام عادلانه بر زندگی خود بسازیم، الله متعال نظام نازل نمیکنه. میمون بر خود ما شما. و این تنها در حد ادعا نیست. زندگی بشر از زمانی که ثبت شده تا حاله کلش ببینید، یک نمونه کوچک از نظام عادلانه کامل شما پیدا کرده نمیتونین که بشر ساخته باشه. در یک بخش حتی تنها مثلا در باب مثلا مسائل نظام اقتصادی، تنها در باب نظام سیاسی، در یک بخشش، حتی در یک بخشی از بخشی نظام هم کسی نمیتونه یک نظام بسازه. دقت کردین؟ و امرت لاعدل بینکم، و من مأمور هستم. این صیغه های قرآنی صیغه های بسیار عجیب است. خب اصطلاحات قرآنی و کلمات قرآنی بسیار عجیب است. گاهی وقتا یک نفر به شما یک گپ امر میکنه، میگه برو فلانی جای. خب این جمله امر است، نه؟ امی که برو فلان جای امر است. اما اگر گفت من تو را امر میکنم که بری، جمله دومی بسیار تاکید داره، نه؟ قرآن کریم موارد مهم به همین صیغه گفته. اینجا الله متعال چی میگه؟ و امرت، من مأمور هستم، مأمور شدیم لاعدل بینکم، در بینتان عدالت بکنم. با وسیله چی؟ آیا نظام غیر نظام الهی میتونه در بین بشریت عدالت بره؟ قطعا ممکن نیست. خب الله ربنا و ربکم، الله رب ما است. چی نسبت بین از این گپ و بین مفاهیم قبلی است؟ رب امور میگن که آفریننده و تدبیر کننده باشه و حکم نازل شده از جانب الله برای تدبیر امور زندگی ما هست و تسلیم شدن به او به معنای اعتراف به ربوبیت الله هم هست. به همین خاطر نقض ربوبیت است. الله تبارک و تعالی وقتی اهل کتاب ملامت میکنه میفرماید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اونا بزرگان دینی خدا و پیشوایان خدا به غیر از الله رب گرفتن. عدی ابن حاتم پیش پیامبر میاد در حدیثی که ترمذی روایت کرده و حدیث حسن و صحیح است، میگه یا رسول الله ما کلامای دینی خدا خود چی نمیکردیم، عبادت نمیکردیم، چرا خدا گفته که اینا آمدن بزرگان دینی خدا رب گرفتن؟ الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه آیا هر چیزی که اونا حلال میکردن و حرام شما قبول میکنید یا نه؟ پیامبر عدی میگه بله. پیامبر میگه و ذاک عبادت، همین عبادتش است، همین رب گرفتن است دیگه. دقت کنید اینجا الله متعال چی میگه؟ الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. در اینجا مقاطعه هست برای کسی که حکم قبول نکنه. دقت کردین مقاطعه میکنه. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، شما اعمالتان و بر ما سوا، لا حجت بیننا و بینکم، الله یجمع بیننا و الیه المصیر. حجت را ما برای شما تمام کردیم که تسلیم میشین یا نمیشین اون کار خود شما هست و الله متعال ما شما را در روز قیامت جمع میکنه و بازگشت ما به طرف الله متعال. دیگران را کمی که زودتر میگم که نمانه. دلایل دیگه از آیات قرآن کریم آیاتی است که بدون نظام سیاسی امکان تطبیق نداره اصلا. آیات حدود و قصاص اینا به عنوان نمونه، مثلا الله متعال در قرآن کریم در مورد قصاص میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. ای مؤمنین فرض شده بر شما
قصاص فی القتل، قصاص در قتل. خب این چی کسی اجرا و عملی میکنه؟ بدون وجود نظام سیاسی ممکن است امکان تطبیق قضیه هست؟ به هیچ وجه نیست. آیا تطبیق قضیه از جمله فرایض است یا نیست؟ اگه کسی انکارش بکنه با مؤمن بوده نمیتونه. در آیات دیگه و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبوا نکالا من الله، دست دزد را که مرد باشه و زن قطع بکنین جزای در مقابل او عملی که کسب کرده به خاطر عبرتی که از جانب الله متعال تعیین شده. دیگه الله عزیز حکیم. یا الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما 100 جلده، زن زناکار و مرد زناکار اگر مرتکب زنا میشن و محسن نباشن، یعنی ازدواج شده نباشن، 100 دوره بزنین اونها. دقت کنید ولا تأخذكم بهم رأفة فی دین الله، و در تطبیق حدود الله شما را رأفت قلبی نگیره. رأفت قلبی نگیره یعنی چی؟ جگرخون نشیم. طبیعت انسان همیشه مثلا ممکنه شما یک چیز ببینین جگرخون شوین. مهم است که این جگرخونیتان باش مانع نشه برای تطبیق حکم. دقت کنین باریکی گپ دیست. خب اینجا چند گپ دیگه هست. یکی اکراه ما انزل الله هست، یکی رأفت در حکم به ما انزل الله هست. دقت کنین اکراه ما انزل الله کفر است. اکراه ما انزل الله یعنی چی؟ یعنی بددانستن آنچه که الله نازل کرده. خوشت نیاید یک حکم، خوشت نیاید، این کفر است. فقط کنید اما در تطبیق یک حکم تو نتونی او را تطبیق بکنی، کفر نیست، رأفت قلبیت بیاید. اما اگر این رأفت قلبی مانع اجرای حکم شد، بازی گناه هست. دقت کنید اگر رأفت قلبی شما را گرفت، خب مانع اجرای حکم نشد، گناه نیست. اگر مانع اجرای حکم شد، بازی چی میشه؟ گناه میشه. خب امی گپا را شما بکنین، اینا از جمله لوازم ایمانن، از جمله شرایط ایمانن. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر به الله و روز آخرت ایمان دارین. ولی یشهد عذابهم طائفه من المؤمنین، و در تطبیق حدود هم طایفه از مسلمان ها باید چی بکنن؟ شاهد به اونها باشن. دلایل دیگه از آیات قرآن کریم چی هست؟ آیاتی که حکم عدم تطبیق حکم الله را بیان میکنه. همون رقمی که بیشتر گفتیم، یعنی اگر یک نفری به حاکمیت الله قائل نباشه چی؟ دقت کنین اینجا گپ مهم و اساسی است. اول الله متعال در سوره مائده که این آیات کلی حفظ دارن میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون. کسی که مطابق حکم الله حکم نمیکنه اینا کافرن، فاسقن، ظالمن. دقت کنین اینا چند حالت داره. حالت اول کسی که به حاکمیت تشریعی الله قائل نباشه، بله کافر است. این کفرش مانع برای فسق و ظلمش نیست، هم فاسق است، هم ظالم، هم کافر. یک کسی قانون الله را تبدیل میکنه، ابدال شریعت الله میکنه، تبدیل شریعت الله میکنه، هم کافر است، هم فاسق، هم ظالم. کسی قانون غیر قانون الله را سر قانون الله ترجمه میده، این هم کافر است، هم فاسق، هم ظالم. دقت کردین؟ اما اگر کسی به حاکمیت تشریعی الله قائل است به خاطر اتباع نفس یا به خاطر یک مصلحت مادی دنیوی، در زمینه عملی حکم الله را تطبیق نمیکنه. این چیز اگر به حاکمیت تشریعی الله قائل است، قانونش را تبدیل هم نکرده، او را سر قانون غیر الله را سر قانون الله ترجیح هم نداده، در زمینه عملی وقتی قاضی میخواد حکم بکنه به خاطر رشوت گرفته، اونجا به طابق حکم الله حکم نمیکنه. این ظالم است و فاسق، اما اسلامش باقی است. دقت کنید این آیات تفصیل داره که در کدام حالات کفر میشه، عدم حکم ما انزل الله، و در کدام حالات. این یک تفصیل گسترده و نیاز داره، ان شاء الله باز یک وقتی تفصیلی گپ میگم. عمومیات شمیس که او انحراف عملی که توأم با انحراف اعتقادی باشه کفر است. اگر او انحراف عملی که توأم با انحراف اعتقادی در این زمینه نباشه کفر نیست. یعنی چی؟ یعنی یک نفر حکم الله را حکم عادلانه نمیدانه، به این خاطر تطبیقش نمیکنه، کافر است. یک نفر حکم الله را تبدیل کرده، الله یک حکم کرده، این حکم الله را تبدیل کرده، حکم دیگه میگه خود طبعا یک نفر تبدیل بکنه به خاطر اینکه میگه برتر از برش. یا یک نفر قانون غیر قانون الله سر قانون الله ترجیح میده، یا یک نفر قانون الله را میگه که اگه خوب هم از شرایط امروزی برابر نیست، این هم کفر است. یعنی خود به حالات بشریت از الله چی میدانه؟ آگاهتر میدانه، این هم کفر است. دقت کنین، پس قاعده را اینجا دقت بگیرین، هر انحراف عملی که وقتت پورا شده پیسه‌تون نجیب دادن میگه یعنی زیاد گپ نزن، ما نا وقت این گپ تکمیل میکنم باز. یک روش استاد است، میگه وقت که زیاد گپ زد پیسه نشم که یعنی بس کنه. این قاعده را بگیرین، باز تفصیل از این ان شاء الله یک روز تفصیلی تر بحث میکنیم. در عدم حکم ما انزل الله، هر عدم حکم ما انزل الله که توأم با یک انحراف اعتقادی باشه کفر است.
اگر تو با انحراف اعتقادی نبود کافر نیست. این که انحراف اعتقادی است، این نیاز نیست که یک نفر بگه. مثلا یک نفر تبدیل بکنه شریعت الله رو، نیاز نیست بگه که مثلا من به عقیده نیستم. همین که تبدیل کرد، خودی تبدیلیش چیست؟ نشانه اعتقاد غلطش است. دقت کردین؟ خب دیگه ای آیات دیگه که بیشتر گفتم داود دقت بکنیم. اگر کسی میآید در حاکمیت تشریعی الله یگان گپاش کمکی سو میکنه چی میشه؟ الله متعال در با بسیار صریح میگه ان الذين ارتدوا على ادبارهم، کسانی که مرتد شدن از دین الله برگشتن پس دوباره رفتن به طرف کفر، من بعد ما تبین لهم الهدى. این آیت صریح ترین آیت است برای ازی که در ارتداد تبیین هدایت هم چیست؟ تبیین هدایت هم شرط است. دقت کردین؟ بعضی که با مناقشه میکنن بسیار آیت صریح این کار میکنن. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى. دقت کردین چی میشه؟ الشیطان سوال هم باز میگه ذالک، این ارتدادشون به خاطر چیست؟ قالوا، گفتن للذین کرهوا ما نزل الله، برای کسانی که اکراه دارن از آنچه الله نازل کرده. اونا کی هاین؟ کفارن. دقت کردین؟ والذین کفروا فتسعى لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرهوا ما نزل الله. کسی که اکراه داره از آنچه الله نازل کرده اینا کافرن. امی کسایی که مرتد شدن بر از اونا چی میگن؟ سنطیعکم فی بعض الامر، در بعضی از کارا چی میکنیم؟ گپای شما را قبول میکنیم. اینا چی ان؟ ان الذين ارتدوا، مرتد میشن وقتی که من بعد ما تبین لهم الهدى شده باشه. دقت کردین؟ بعد از الله متعال عذابشون هم ذکر میکنه. پس دلایل اثبات وجود نظام سیاسی در اسلام در قرآن کریم: اول آیاتی که به صورت کلی دستور میده برای چی؟ برای تطبیق حکم الله به صورت کلی دستور میده و اساس شرط ایمان را تسلیمی به حاکمیت تشریعی الله میدونه. دوم آیاتی که امکان تطبیقشان بدون وجود نظام سیاسی ممکن نیست. سوم آیاتی که عدم حکم به آنچه که الله نازل کرده را برای ما چی میکنه؟ بیان میکنه. در این باب آیات بسیار زیاد است، ما به عنوان نمونه دو سه آیات بیشتر ذکر نکردیم. چند دقیقه شده از این درس ما؟ میفهمم که شده. چند دقیقه شده؟ ساعت درس میخوایم بفهمم. خب کافی است. ان شاء الله امیدوارم دوستا گپای ما رو فهمیده باشن. از استادم معذرت میخوایم که ساعت ما 5 دقیقه تیر شده. سلام، امیدوارم معذرت ما رو بپذیرید. ان شاء الله بعضی مفاهیم تفصیل بیشتر داره، باز بعضی مواردی که در ذهنتان سوال میاره یادداشت بکنین، سرش بحث خاطر کنین. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك